اسم جفری اپستین رو احتمالاً این روزا شنیدی. میدونستی اون یه معلم ریاضی بوده که حتی مدرک دانشگاهی هم نداشته و تونست تبدیل به کسی بشه که بانک‌ها براش 1.5 میلیارد پول کثیف رو جابجا می‌کردن. 1.5 میلیارد دلار؟ چجوری؟ اون دلال پول‌های کثیف بود. کسی که پول‌های سیاه آدمای قدرتمند رو میچرخوند و اسرار کثیفشون رو نگه می‌داشت. خب از کجا پول در می‌آورد؟ از همه جا. از لس وکسنر، مدیر ویکتوریا سیکرت، 200 میلیون دلار گرفت. از خاندان روتشیلد 45 میلیون دلار. اونا به اسم مشاوره بهش پول میدادن ولی در واقع حق السکوت میدادن. حق السکوت؟ مگه چی میدونست؟ کلید ماجرا تو جزیره خصوصیش بود، جایی که قانون وجود نداشت. اون کودکان و دخترای زیر سن قانونی رو میدزدید و تو اون جزیره اونا رو به پولدارترین آدمای دنیا پیشنهاد میداد. سیاستمدارا، میلیاردرها و همه پاشون به اون جزیره باز شده بود. وا، یعنی همه میدونستن؟ آره، تازه بدتر. اونجا پر از دوربین مخفی بود. جفری اپستین از تمام این جنایت‌ها فیلم میگرفت. این فیلم‌ها بیمه عمرش بودن. واسه همین سال 2008 وقتی دستگیر شد، دادستان کل پرونده رو بست و فقط 13 ماه رفت هتل. زندان. یعنی چون مدرک داشت کسی کاریش نداد؟ پس عدالت چی؟ عدالت واسه من و تو رفیق. وقتی سال 2019 دوباره دستگیر شد و دیگه راه فراری نداشت، یهو تو امنیتی ترین زندان آمریکا دوربین ها قطع شد و گفتن خودکشی کرده. دقیقاً قبل از اینکه دهن باز کنه و اسم بقیه رو بگه. البته یه تئوری توطئه هست که میگه اون زنده است و داره تو اسرائیل راست راه میره. حالا به نظره اگه اپستین واقعاً محاکمه میشد، الان کدوم آدم معروف باید تو زندان می بود؟ برام تو کامنت ها بنویس. شاید تو لیست پروازهاش باشه.